اسپانسر رادیو قرمز ایرانی کارت. خانم به دادم برسید، پدرم سکته کرده. آقا اینجا بیمارستانه، بفرمایید بیرون. یعنی چی بیمارستانه دیگه؟ خب پس این فرمو پر کنید. باشه فعلا ایشونو بفرستید یه جایی. چی شده؟ آخه دکتر پدرم سکته کرده. اوه من فکر کنم پاش شکسته. خب سکته که بدتره. به خدا پات بشکنه بدتره. دندون درد آقای دکتر وحشتناکه. آقا من پام شکست، تو ماشین میخواستم بشینم، حالا پام نمیومد تو. آقای دکتر پدرم. اوه ببخشید. خب اول باید کلا تصفیه حساب کنید. هنوز که نمیدونید چقدر خرج داره. نه ما کلا سلف سرویسش کردیم، یه پولی میدید هر چیتون بود. خب باشه بفرمایید. کارت که نه عزیزم، نقد همش هم 10 تومانی، 50 کنترله. خب چقدر میشه؟ اجازه بدید ببینم. شما یه سکته مخصوص داشتید. مخصوص چیه؟ خانواده درجه 1 مخصوصه، گرونتره. یعنی چی؟ ببین الان شوهر عمتو میآوردی با 35000 تومان کارش تمام بود دیگه. الان دنبال کارهای کفن و دفن و این چیزا بودید، ولی ما پدرت رو زنده میخوایم همین الان. خب چاره این نیست که واقعا تضمین میدید اوکیه. ببین عزیزم، تو این دنیا فقط تضمین رو نمیشه تضمین کرد. ما برده تقدیریم. راحت بگم ما ان تقدیرم نیستیم. چقدر قشنگ. ممنونم. قشنگ میشنوی. ایوا دکتر. این حلقه شما دستمو بسته. نه نسبت به محرک متحرکه. برها دندون لقو باید کند. بکن. ایوا اینجا. پس کجا؟ بیشتر حلقه مگس کشه. درش بیار که مرد پیفافی اومد. ایوا آقای دکتر من واقعا عاشق این سکانس مرد پیفافی ام، ولی تو سکانس قبلی پدرم سکته کرده. اوه اصلا یادم رفت، ببخشید. خب شما این خرابه، عجیبه. به نظر من که کاملا طبیعی. پای چپ و راستشو اشتباه گذاشتید. کجاش طبیعیه؟ ببین عزیزم، در واقع این ماییم که غیر طبیعییم. چه خبره اونجا؟ این چیه؟ اوه شت. البته که طبیعیه عزیزم. ببینید جناب، ما پاها رو گذاشتیم، منتها ممکنه اولش هر کدوم یه طرف برن، ولی نگران نباشید، به هم وصلن، هیچ گویی نمیتونن بخورن. بخوان جر بزنن جر میخورن. دست و پاهاشم جابجاست. بابا شما قشنگ کانسپچوال ریدید. ببینید این اشتباهات کوچیک اصلا نمک پزشکیه. حالا یه مدت هم سرش لای پاشه. نیمه پا رو ببینید، عوضش الان کونش لای دستاشه. فقط پیشنهاد ما اینه که فعلا با کسی نزدیکی نکنن، چون ممکنه غافلگیر شن تا بدنشون دستشون بیاد. دارید مزخرف میگید. کاملا، به هر حال شرایط نادریه. این قابل شناسایی نیست. ببین فرزندم، ممکنه تو نفهمی اون پدرته، ولی اون که میدونه تو پسرشی. چقدر قشنگ قربان. ای شیطونک، مرد پیفافی بیاد. مرد پیفافی اومد. مرد پیفافی اومد. ببخشید این 10 یارو دارن خالی میکنن جلوی در. خب اگه پدرتون هنوز زنده است این ماسکو بهش بزنید. البته اگه نظر منو میخواد همین پولو الان دلار بخری بهتره. من یکی از دوستام صرافی داره، میگه تا 20 تومن خدا شاهده. یعنی چی آقای دکتر؟ پدرمه زنده است. برقا رفت. خب دیگه اگه زنده بود الان دیگه مرد. پدرتون رو ببرید همون جلوی در خالی کنید. مگه برق اضطراری ندارید؟ دخالت در کار تقدیر به هیچ وجه. ما برق بالا رو که از تیر چراغ برق میگیریم، برق پایینم سیم سیار از خیاطی آقای ناصریه. این اتوش سیمش اتصالی داره، فیوز میپرونه. آقای دکتر همین الان 5 نفر مردن. ای بابا این گوبازیاشونو میبینی؟ تصفیه کردن؟ بله. پس سری تختو خالی کنید، مشتری وایساده. اینجا چه خبره؟ کاملا طبیعیه فرزندم. الان شما نگاه کنید تو آمریکا هم از این اتفاقا میفته. فرانسه هم که پر از جلیقه زرد و ایناست. اینم فیلم آتش سوزی جنگل آمازونه. واقعا وحشتناکه. همین آمریکایی مدعی پیشرفته. آقا این چه ربطی داره الان؟ پدرم چی میشه؟ برق اومد. تلویزیون رو روشن کنید. دستگاه رو روشن کنید. برق نمیکشه عزیزم، فقط یه چیزو میشه روشن کرد. هی دکتر نادری، جانم. شما پول این دستگاه رو 3 سال ندادی، باید دستگاه رو ببری. ببین خدا شاهده همه پولا رو دادیم به این استراماچوفسکی چیه که برگرده. برگشت چشم نمیشه. خب پس فقط پدر ایشون بهش وصلن دیگه، با هم ببرید. نگهداریش هم سخت نیست، باید علاقه داشته باشی. یعنی چی پدرمو در بیاری؟ ببین پدرتو در بیارن پدرت در میاد. بعد دنبال دستگاه بگردی که تا اون موقع پدرت هم در میاد. اصلا به نظرم آفتاب خجلهیمه. این ماشاءالله زندگیشو کرده دیگه، کم مونده بیاد ما رو. من از شما شکایت میکنم. شکایت میکنی؟ اینا رو کی به دیکته کرده؟ از خارج؟ CIA؟ FBI؟ HDMI؟ محمد جانم، به وزیر بگو اینترنت رو قطع کنه. ممکنه این صحنه شامل صحنه‌هایی باشه که برای همه مناسب نباشه. یه لحظه ببینم این چه غلطی میخواد بکنه. ها رادیو قرمز.